سلام دوستای نهایت عزیز، امیدوار هستم جور و سلامت باشین. دوستای عزیز، امروز 15 جنوری روز پنجشنبه دیگه در خانه بودم که یک برادر عزیز از ما به اصلاح رنگمال شنیخته باز در ما زنگ زد که آقای محبی یک دانه ویدیو جور کن که می کسایی که زیر نرخ میزنه اما که کما خود خسلاک نه. باز ما گفتم برادر کس او دیگه بستگی ده او داره دیگه، دمه چی مربوط میشه دیگه. باز دوستای عزیز، من خودم روزنکار هستم و کس بازم امز اول میگم که ویدیو شاید در سر خیلی کسا خوش نخره، به خاطر از که چون ما وقتی که کسایی که در سوشال میدیا هست که حقایق نگه دیگه، ما امو برنامه به دردت نمخوره. و همیشه کس دوستای عزیز ما ویدیوهای جونم که یک تغییرات در جامعه، تغییرات مثبت باید که همون نفر که من انتقادم مونم بخش خودم زوم مثلا خوب باشد. خب دوستای عزیز، دیگه خیلی کسا نه تا کامنت نمیشتن که آقای محبی تو کس خیلی خلاصه و دوستای عزیز همیت چیزا زیاد میگه که از جمله یک دانه کامنت دمو ویدیو هسته. بازی گفته که کار بود، من 37,000 نرخ دیده بودم. خدم زو بیلدر دایم کار میکرد، کارهای پرایوت بود. خب دوستای عزیز، کار چند رقمه، مثلا یک رقم که بیلدرهای کلانه و اون نرخ مشخص بود، کس نمیتونه که مثلا تغییرات بیاره. اون رفتی کار کردی، اون کار کردی، اگر نگد مقصد یک رقم بیلدرها هست که خودگون چی مثلا همون شخصی دیگه، وقتایی که در مرحله رنگ رسید پیسه دارن دیگه. خلاصه کوشش مونه که خلاصه یک نفر بهتر کار کنه، مثلا کس ارزانتر کار کنه. بازی 35 نه خانه دو طبقه، البته یک رقم چی هست موینج در آسارالیا کسایی که نیستن، مثلا یک نفر پیسه دار یک جای رو میگره و اسلک 35 واحد جور نکه کلان نیه، مثلا کس هر کدام از او واحدات دیگه از خرار نخل دیگه که اون گفت مثلا 2 اتاق در طبقه بال، یک سالون در شو دیگه متر ریزه گفت من امور 37,000 گفتم 35 دانه یونیت را. بازو گفت که نرخ هستو خیلی بالا تا 30,000 من گفتم دیگه، گفت نه نمیشه دیگه. کس یک دوستی ما گفت یک وطنداری تو دیگه به اصلاح همین خلاصه قوما بگیم دیگه، قوما دیگه زیادتر در کار ساختمانیه او را به اصلاح زیر نرخ زده دیگه. باز ما امور گفتم آخرش ما 25,000 بخشید رنگ، گفت نه از تو خلازو زمین تا آسمان فرق داره. باز پرسان کردم میگه اون 15,000 رنگ دیگه. باز اونجا منصرف شدم دیگه، چون رفتم خودم در رنگ فروشیم چک کردم که 35 دانه خانه دیگه مو رنگ فروشی گفت تانا رنگش تقریبا 8,000 دلار میشه که دیگه ما از او منصرف شدم. باز در کار دیگه کسی تانا در کار رنگ نیست، در دیگه کارام هست. گفتم اونجا مو کار میکردی، البته در یک جاب دیگه بود، اونجا یک رنگمال به اصلاح کاشیکار همونجا به اصلاح کار میکرد. بیلدر ما در گفته که چیزه این کار نکن دیگه، در این نرخ که ما خود شما گپ زدم و خلاصه کسم در این نرخ در ما نمیصرفه دیگه. اگه نفر دیگه نرخ سهتر گفته سکنی خدر مثلا کسی کاسی بی خدر متاسفانه به اصلاح ارزانش در بچار سر کارش منجی چیز بود. باز بوکینگ که در بخش ازی گفته که تو یک مثلا یک 3-4 روز پیش شروع کنیم، چون کار کمه دیگه. مثلا مردم که هست کارهای شخصی کوشش من از بوکینگ پیش بره چون بیکار نمونه. بازی بنده خدا که رفته ده، باز اونجا بیلدرم ده گفته نه توی کار نکو دیگه، نرخ کجستو بال ما نفر دیگه پیدا کردم. باز یا رفت ما اونجا بودیم که بودی قوم آمد یا 60 فی گفته دم این نفر کنار سر کار شرکت. باز اون نفر نو متر 30 دلار گفته برای خدا. باز مو دیگه ما رفته دیگه گفتیم خلاصه قوما میره داخل توی 50 میگفت 50 که نگفته دم 40 میگفتم 30 رای خدا نی. خب دوستای عزیز، ویدیو طولانی نشنه، ما میخوایم که خلاصه خوب این عواقب از این کارا را مثلا چی تاثیرات منفی داره. اما چیزی که من میخواستم بگم دیگه دوستا در کامنت گفته دیگه کامنت دار میخوانم که اکثر کس نظریه های آقای محبی تانا نباشه این مسئله دیگه. مثلا سهم بگیره خیلی عالیه، چون نظر دیگه به اصلاح خیلی مهم است بخش از ما، چون ما کار از ما بخش کمیونیتیه، بخش مردم تانا بخش از ما نیه. اگر صبح ما یک ویدیو دوستای عزیز
به اصطلاح پر کرده بودم یا ویدیو یک به اصطلاح برنامه ثبت کرده بودم 8 ساعت پیش که 204 نفر لایک کرده، 7 نفر شیر کرده، 26 کامنت گرفته. خب دوستای عزیز دیگه من دبل اودینس برم که معلوم شنه که واقعا می برادر عزیز ما راست میگه یا نمیگه. خب میگه تاپ کانتری 45% استرالیا دوستای عزیز، 13% افغانستان است، پاکستان 11%، دیگه کشورها چی هست؟ باز به اصلاح در حساب جندر که هست 36% از یک هست، 89% چی به اصلاح مرد هست، 11% چی خانم هست که زیادتر 31% چی به اصلاح 35 تا 44 هست، 15% چی 45 تا 54. خب دوستای عزیز دیگه این ویدیو دیگه یعنی خودش خیلی بسیار ثبوت خوب است که من از دوستا خواهش کردم که من میخوایم یک امیت ویدیو جور کنم آیا در جامعه از محیط نفر است که زیر نرخ میزنه یا نیست که 2258 نفری رسایل کرده. خب دوستای عزیز مرم جمله 26 کامنت شده که باز کامنت داشت من به اصطلاح جواب دوستا را دیدم، روی هم رفته 20 نفر شاید کامنت دیده. خب دوستای عزیز اینمی کامنت کسته خودش به اصطلاح یک درس بخشی از شما، اینال کامنتار ما دانه دانه میخوانم که امو نظریات ها را که من گفتم که یک گانه مشکلی که هم زیر نرخ میزنی متاسفانه کسته باعث از این میشه که خشونت فامیلی به وجود میاد. خب این مشکلات ها در جامعه ما بازی کارهای از مو چی رقم به وجود میاد. خب یک برادر عزیز از من گفته در استرالیا هر کس بینی خود سیاه کرد میگه مستری هستم. بله دوستای عزیز ایرا من رقم بخششم تفسیرمونم که متاسفانه اینال من خودم بالای 10 سال میشه که در کار ساختمانی هستم، کار رنگمالی را 30 تا پیاش به اصطلاح مفهمم، مگه متاسفانه در بین مردم از موی رسم شده که چون کار که بگیری پیسه زیاد میگیری و بازم کسایی که کار زیاد گرفته گو مثلا همزو چون ریفرنس نداره دیگه، مثلا شناخته نداره، مثلا همزو بیلدرایی که مثلا ترایوی دسته یا مثلا کارهایی که زیاد سخت نمیگیره. و دوستای عزیز در استرالیا هر کس میتونه کار بگیره، مثلا این کارهایی که از قبیل رنگ، تایل، رندر، فقط چند اسناد در کاره که تو مثلا تکس فایل نمبر رو مثلا ایبن نمبر داشته باشی. دیگه کسک اینشورنس هست به نام پابلیک لیبیلیتی اینشورنس هست که اون مورد که تو بگیری دیگه تو رو کار میده دیگه، بچه باشه مو باشه. از او خاطر کس متاسفانه نفرایی که کار رنگ تی چیزا ما اینقدر دیر کار کردم با وجود که ما سرتیفیکیت دارم هیچ وقت از ما پرسان نکرده، فقط اکسپریانس پرسان کرده. متاسفانه بازا که ما یک دو سه ماه کس قرار کامنت از برادر عزیز از مو که هر کس دو سه ماه بینی خصوصا که میگه ما مستری هستم. متاسفانه این مستری های نو کار کسته وارد بیزنس میشه اینا کسته کار خراب مونه. به خاطر چرا خراب مونه میگه که ما والله بیزم نو کار میده دیگه جای برم 200 کار ننم این خلاصه چند ما بیرونم تهرانم خلاصه کم میگروم از بیلدر تا پاس نوقت کار نمو که ما مثلا هم کار یاد میگروم، هم تجربه کاری یاد میگروم، هم مثلا کسی مشتری پیدا مزو پاس بخیر که سر پای خستش مزو پاس ما در تنخواه خوب کار نمو که مثلا بیلدر نه و زمان یک دفعه بیلدر که در خوی خاصیت در نیست باید سر کار نزو پاس ترکای بال میده. خب آقای رضا امیری گفته بله هستن انسان های کثیف که آینده خود و دیگران را خراب میکند، به این آدم ها میگن چیز مال خارجی. نه برادر عزیزی چیز خارجی هم نیست، اینال من خودم به خدا شاید قد خارجی ها کارم امو بیچاره صاحب کارم از دست همین نفرها که همین رقم است یک دفعه کار از مورم زیر نرخ زد، مو مجبور شدیم که مثلا رفتیم امو کار از خاطر از مو که مو بیکار نشنیم امو کارمو در نرخ کم هم صاحب کارم زد خارجیه. باز اینویم هفته مو بیکار یک روز ما کار کدم باز اون این طرف چیز کار نه فقط دم پشت کامپیوتر میشه دیگه. دوستای عزیز کسایی که واقعا میخواین کار بگیرین خیر وقت بلین که مگه یک روز حتی کارم نرین دیگه. کار این طرف مثلا اپلای کین کد بدین خلاصه کسا خط بیلدرها گپ دین دیگه که مثلا کد خوب مثلا تجربه خوب مثلا اکسپریانس های خوب از اون طریق مثلا کسا در تنخواه خوب
بگیریم که بازم بیچاره نگران بود. امروز زنگ زد بود که دیگه ما کار بخش هفته آینده دیگه متر بخش یک چند هفته ادامه دار پیدا کردم، انشالله نگران نباشه که یعنی 2-3 روز که بیکار بودم، این صبح روز یک جای کار پیدا کردم. خود از اون گفتم که من روز جمعه و مثلا شنبه کار مونم، دیگه روز دوشنبه پس سر کار خمارم. باز خب یک برادر از ما گفته بهران نایت روزگانی تمام شم خوب کدین. آها تمام شم خواب کدین. و ایش دیگه تموی فارسی انگلیسی ساخته میشه که خبر ندارم. این کامنت ما چی رقم بگیم که خوب گفته بد گفته چی رقم است دیگه، مقصد بخیر در بر میگره دیگه کس شعر دانش گفته لطفاً یک اتحاد بسازید تا که این مشکل حل شود. گفته یک اتحاد واقعا خیلی خوبه، بسیار یک پیام خوب است که ما یک اتحاد جور کنیم. ما برادر عزیز آقای دانش امی انتقادای آقای محبی را شما گوش کن، عملی کن، این خودشی به اصلاح اتحاد چی رقم میشه که دوستای عزیز مو مثلا کس هر کدامیم در خانه خو مثلا کس کوشش کنیم مثلا در فامیل خو، ولی ما چرا میگیم که کارهای عامل منفعت در وطن کم کنین، در اینجا مثلا کس سر اولاد خو نسل نو کار کنیم که من مثلا کس دم چند روز رفتم بسیار در هزینه او قدر زیاد نه، مثلا بیزنسمن ها مثلا اسپانسر کرد که می تیم دخترها کس در ملبورن مقام قهرمانی گرفته بوده، گنار مثلا یک تعداد لباس یک مایه که حساب کتاب ما رفتم، من بچه ها خیلی خوشحال شد و مو شما خلاصه در قبال مثلا ما خودم به عنوان یک اعضای کمیونیتی مسئولیت دانستم رفتم و مو کار کردم. وقتی که تو مثلا در قبال چون زندگی از مو شما این مو سارالا کشور از مو شده، این مو زندگی این بخش از مو مهمتره، این شرایط قیمتی و حساب کتاب هم ده میاد مو اتحاد این رقم بسازیم که خرجا را کم کنیم، مثلا تویا را میمانیا را اینا را که کم کنیم. وقتی که مو مثلا کس به اصطلاح امو ذخیره را بال بردی آید مثلا ذخیره را مثلا کم کردی آید که بال رفت موری از یک نفر کد میدی کد قبول نمیشه چون تو مجبور نی دست تنگ نیه قرار خلاصه کس مایی ننم دی کار مایی قرار خانه خو یک روز قرار خد بچه های طرف چکر میزنیم، یک نفر دیگه هم رفتم اون گب را که گفت بازمو بیلدر خود از او در تو زنگ میزنه که آقای محترم ببخشی دیگه ما نفهمیدم برو مثلا کس دم تنخواه معقول. وقت که تو دست تو تنگ باشه تو نمیتونی مجبوری خلاصه کس هر ناز کنه اینمی در نظر من اینمی اتحاد مو مثلا کس می خرافات می باز به اسلام مصرف های اضافی را میار مثلا موز محیط خو از جامعه خو گم کنی کم کنی. خب آقای دانش خب باز بشیر احمد حبیبی گفته دروغ میگه 35 یونیت در 35,000 هم کم کار نمونه. خب برادر عزیز شاید تو در استرالیا نباشه که یک دفعه مثلا کار در لج حساب کتاب و دیگه اون مردم مونه دیگه خلاصه که چیز بود دیگه بلش گرد نیه دیگه چی رقم کار مونه تقلب مونه قدرنگ آو گرد نه دیگه کسی که ممکن کارگرای تازه از افغانستان هم ده متاسفانه دور از خوبا بوبره که روزانه دیگه روزا هم ده این زمان ها درازه همین ساعت 4 طریق که بوبره تا ساعت 8 نور کار کنه یک نیم روز 2 روز میشه خرید دیگه دستش کار نه دیگه اون یک صده یک دوسای روپی ده دیش چی بیده دیگه وندمو رقم مثلا کس هم پیسه بخور نمیر شاید پیدا کندم 15,000 شم. خب اسکر رضایی گفته 8,000 رنگ نمیشه کلو شود 4,000. برادر عزیز 8,000 همی که ما همی خدر دیر رنگ مال کدم 35 دنه که تو همون مثلا کس یک دنه حساب کب رنگ همزو چند میشه مثلا آر یک دانه که دوید نسوار نمیشه دیگه یک سیلینگ و یک مثلا لوشین و یک مثلا رنگ روغنی دار یونی چی که توی حساب روغنیش هم بر کمتر مثلا دو سیلینگ حساب کتاب مثلا لمزبر ماسکین تیپ داره مثلا پجمونی گبمونی و متریال از او خو هم سر رنگ مال 8,000 در دایده 35 دانه تو حساب کده 8,000 تقسیم 35 کو هیچ خیل نمیشه در این قیمتی مواد 4,000
این خالی رنگ حساب نکنم، مثلا کس خیلی چیزهای دیگر در کوارین داره، رگمال داره، یک اینی خدر رگمال مثلا میتری بچم که چند روپیه دیگه. خب حمید علی لایک کده. دیگه کس داود علیار گفته چرا این ذهنیت در دهن مردم ما هست؟ فکر میکنه در استرالیا موقع زندگی میکند، وقتشان محدود هست، باید هر قسم شده پول پیدا کنه، حتی به قیمت جانشان. نه سلامتیشان برایشان مهم هست نه تفریح دارن. دوم در کشورهای دیگر بالاتر دستمزد را کسانی دارد که در ساختمانی کار میکنند. بله برادر عزیزم، اینجا در استرالیا بلندترین کار آید را همین کسایی که در ساختمانی دارن، همین گبی شما اینمی ذهنیت که متاسفانه همین نفرها کوشش مونه که 2 خانه 3 خانه خلاصه بیخرم. این تو فکر نه داینده کسی اینال سر که ما خدا شاید این 10-12 سال کار نمیم میال ما مثلا کسی این دمی روزا بیکاریم به خاطر ازی که نیه دیگه کار. خب گلاقای ابراهیمی گفته کارا رو خراب میکنه، نصف بیشتر آب قاطی میکنه، خانه این مرتکه رو هم خراب میکنن این ظالما. واقعا این میرخمه مثلا وقتی که تو 15000 کد بیدی خب همیشه آبم قاطی میاد دیگه. خب برادر عزیز از مو کس اصل من میخواستم اینی پیام رو بگیم که بخششم که ایره برادر عزیز ما در کومن گفته که این نیاز به آقای محبینیه که این رقابت های به اسلام زیر کار نیخزی دو باعث از این میشه که چی بلاهای میتونه که مثلا در جامعه از مو بیره و چی مثلا مور به اصلاح کس فامیل از مور چی رقم بدبخت مونه، چی مشکلات همه و این چیزا و چی باعث از این میشه که مو مثلا کس این قدر خود تحقیر کنی، این قدر مثلا بوری زیر نرخ مثلا کس شاو نگی روز نگی تا پاس کار کنی دیگه. این امو مثلا پیامار که من میخواستم که همراهشون بگیم گسپام در ویدیو گفتم. برادر عزیز ما واقعا خیلی بسیار پیام عالی گفته. دوستای عزیز خوب گوش کن. رضای مسکینیار بسیار همون چیزی که من میخواستم که متاسفانه علمی کارهای از ما باعث علمی خرابی های در جامعه میشه و علمی رقابت هایی که در این جست ما میخوانم. خب دوستای عزیز کار قوما از خانه خرابه نه از بیرون. واقعا حقیقت میگه تا که فشار از خانه نباشد هیچ کس رفته مثلا کس مفت کار نکنه. ما وقتایی که از خانه دوستای عزیز سرم فشار یه به اصلاح تمام حساب کتاب و کنترل صاف ما قد صاحب کار کردم، کار که ندیده تریش قد لغز دم برشتم چون مثلا کس سرم فشار نبوده. میالم دمی روزا صاحب کاریم چون کار دارم اسکیل دارم. خدا شاهد 2 دفعه زنگ زده که آقای محبی بخشش باشد 100 دفعه از ما معذرت خواهی ده که ما بخشی دیگه چی مونم. در حالی که درسته ما که وضعیتم خراب است و خودم دیرخ بلند گرفتم مثلا یک نفر مطمئن تر زنگ زدم که به اصلاح اعتماد داره و دویم دیگه رویم رو بال نه صبح دیگه صبح کار کرده که خرج روی روز کمی هفته بیکار شدم امو برای وقتی یک مرد در جامعه جهان اول همراه با خانواده جهان چهارمی به عنوان سرپرست خانواده با تمام اختیارات نباشد، در نهایت این خانواده و جامعهشان به جای پیشرفت و ترقی این خانواده و جامعهشان به جای پیشرفت و ترقی به گن کشیده خواهد شد. نمونه بازار آن فعلا همین رقابت‌های منفی و پرهزینه را که قوم‌های خارجی ما به بهانه‌های مختلف انجام میدن. حتی در داخل کشور آنها کارها و مصارف نادرست به عنوان نمونه الگو و مد محسوب می شود. از قرآن خوانی، سفره صلوات، ختم و فاتحه تا نظر بیبی، چهارشنبه سوری، عید و برات، محرم گرفته تا شیرینی خوری، شال، عقد و خینه و پایوازی، مهریه، شیربه ها، تحفه های سنگین از قبیل لباس، طلا، جواهرات، استیج و فیلمبرداری، عروسی، خرید خانه، خرید موتر، خرید موبایل، خرید لباس، همه اینها را عزیزان خارجی ناخواسته و نافهمیده و ناسنجیده هم برای خودشان و هم برای جامعه فقیر داخل کشور تحمیل کردن. بله متاسفانه. باز این برادر عزیز از من گفته رای حل چیه؟ رای حل
دوستان که در بیرون کار و زندگی میکنند خواهشان یا مثل آن جامعه جهان اول زندگی نمایید، به این معنا که زن و مرد آن کشور در قدم نخست کار را برای راحتی جان انجام میدهند، نه این که جان را برای کار قربانی کند که شما عزیزان بیرونی از جان خیش برای مصارف گذاب مایه گذاشتین و بیشترتان از ناحیه جسمی و روحی متاسفانه دچار مشکلات هستید. در ضمن مردم آن کشور زن و مرد حق مساوی در همه امورات دارند، به خصوص در کار کردن و پول در آوردن و مصرف نمودن پول در جای مناسب و چرخاندن زندگی با هزینه کمتر، که متاسفانه شما در این راستا بسیار متاثر بوده اید. این که چرا نرخ کار و کارگری هر روز پایین میره، به خاطر همین مصارف گزاف است. سرپرست خانواده ها و کارگران مجبور میشن که خودشان را بر آب و آتش زنند تا از دیگران در مزخرفات روزمره کم نیارن. بهتر این است که دوستان کارها و درآمدشان را از طریق تخصص پیش ببرن. عالی خواهد شد. در غیر این همه است همین کاسه چقدر خوب، همین آش و کاسه چقدر خوب است که همه عزیزان و کارگران نظریات و پیشنهاد و آسیب شناسایی کند تا در آینده شان راستکار باشند. واقعا بسیار یک پیام عالی است. همیشه که آقای محبی انتقاد منه، ما میخوایم علمی تغییرات، علمی اصلاحات رو بیاریم. مثلا دیگه هیچ ما نمیخوایم که در این باره گپ دیم. واقعا برادر عزیز ما یک دنیا سپاس. واقعا بسیار یک نقطه مهم را عالی دیده که متاسفانه کسته فشار معلوم شد که از کجایه. خب یک برادر از ما گفته محمد شاه عطایی، تو نفهمیدی آدم احمق من فهمیدم. خب دیگه بچم کامنش متوجه است کی هست. بازغنی عسکری گفته افغانی هر جای باشه این کار را انجام میده. کوشش امیر را کنید که قومات تو فقر زندگی نکنید. دست همدیگر خوب بگیرید، طایفه پرستی نکنید. گرچند من نیستم خارج، معمولا در ایران همه ما و شما کار کردیم، زندگی نمودیم. همه میداند همه قسم کارا رخ میدهد. بله واقعا بسیار یک نصیحت خوب که برادر عزیز ما راست میگه. خب جواد جعفری گفته حرفه های تو واقعیت دارد، دوستان متوجه باشید. زبی فرامرز گفته زیر نرخ کار کردن در واقع به یک فرهنگ پلید تبدیل شده که در کل مارکت کار را هر روز خرابتر میکند. چیزی که برای من عجیب است این که 99% قوما برای این که خودشان صاحب یک بیزنس شود در تلاش است زیر نرخ کار کند. این از ندانستن ما است و به جای آن بهتر است به دنبال ارتقای ظرفیت و مهارت خود باشیم. متاسفانه اکثر مطلق زیر نرخ کار میکنند، حتی آنهایی که صاحب بزرگترین بیزنس رنگ، تایل و غیره هستند. شاید خودتان هم نسبت به استرالیایی ها نرختان پایین باشد. به هر حال این مرض نه تنها در ما بلکه همه کسانی که از جهان سوم میآیند و وجود دارد. بله برادر عزیز، بسیار یک پیام خیلی عالی و خوبه که متاسفانه بعدی از یک کنال یک نفر از ما در ما زنگ زد که آقای محبی تو چیکار رفته کار نمیگیره. ما هم 3 سال که شد امادم که 2 سال شد رفتم بیزنس گرفتم اینال یعنی خانه رو مینی رخم مونو رخم مینی فلان حساب کتاب. متاسفانه خیلی کسا کار مسلکی یاد نمیگیره و ما مثلا کسب دیگه مو رخم کار نه دنیر کم اصول که ما مثلا کس یک دفعه بخیر که راه افتادم در حالی که خبر نداره که تو تمام اندستری رو تمام مثلا کسب کاسب رو به اصلاح بگن میکشیم. متاسفانه باز نعمت دانش گفته همین قسم در شهر آدلاید هم از نرخ کار مردار کرده. ولی در آدلاید دیگه خیلی خوب بود دیگه، متاسفانه اونجا می رقمش خوب نیه دیگه واقعا دیگه. خوب دوستای عزیز دیگه یک برادر عزیز از ما گفته یا صاحب الزمان، خب همون نفر که زیر قیمت کار میمونه خیلی گو مخوره. عزیز بیچاره ناراحت شده، نه شاید تو بد زبان نباشد. واقعا کس سخته دیگه به اصلاح کس. ما خودیم قدمزی نفر که میال صبح در کار مورم امی از دیگه مردمه ما قدمزی 350 360 کار میکردم. لامار بخششی هم دا سر نه سالش باز رفتم یک پار سال
قد از این تعطیلی کار کردم اینوایس اینوایس نمیداد من رقم دکم رایگ حساب کردم که 280 آخر داشت زنگ زدم که برادرش کی رقم حساب کرده نه اون مو صحیح باز این سال یک 6-7 ماه پیش زنگ زد گفتم تو خیلی مثلا چیزی دمی کارت خوب نیه تو چه رقم گفت نه اون زمانا کارگرا قومایت مثلا میومد گردک نیم ساعت کار میکرد ما تو 180 میگفت کار نی مقصد باشد او را ما خداییش نمیکردم در اون کار من دیگه یه گپ نزدم گفتم والا احسان که در نرخ معلوم بود گفتم اون شاید بیدیه باز اون نداد باز من میاشت ما پیش این کیس به نرخ در ما زنگ زد پیش موزر زاری که خیر یک 2 روز کمکی بیا گفتم 370 روپیه قرانش کردم گفت چشم رفتم کار کردم جایزه امرم داد خیر خلاص دیگه تو متاسفانه دیگه اون کار کردن دیگه یک نیم ساعت دیگه اون رقم وضعیت هست دیگه. خب باز همی برادر عزیز ما گفته علی شاه سلام برا والا راست گفتی اگر یک ویدیو دی با امزی باره جور کنی بسیار این برادر عزیز دیگه من زبطه ویدیو جور منی 26 دقیقه شد دیگه. خب محمد شاه عطایی گفته تو 15 کار دار یک نفر هیچ کار نداده یا که از پیش تو گرفته زور داده و برادر عزیزی شاید کسی در قدگو نفر دیگه در کامین در افتیده شاید دیگه من ازش چی ندارم دیگه. خب باز از اونجا یک آقای اقبال پناهنده جواب کامین زیر گفته تو اصلا گفت آقای محبی را فهمیده آقای محبی میگوید از قوما همراهیم گفته که کار را زیر نرخ 15000 را بین 25000 فرق بین اول کوشین گب را بفهم بعد کامنت شاید یک کس برادر از مو آقای احمد شاه شاید مثلا بخشش سوی تفاهم شده که بازی برادر عزیز ما مثلا کامنت دیده. باز محمد شاه عطایی گفته تو هر روز کار داره کسانی که کار ندارد بیکار خواه کند این منظورش همی که هر کس تو وقت کار داره دیگه نفر ها مثلا زیر کار نزنه بیکار خواه نه برادر عزیز بیکار خواه نکنه خلاصه کسته برو مثلا نمیال میستیم صاحب کارم خارجیه این چند روز مو بیکار من خیره مثلا اینال کسی من زیده خلاصه کسی طرف کد دیده نرخ مناسب بخش کار گرفتن بخیر از روز دوشنبه به اصلاح در کار مرد یک روز 2 روز که بیکار من زمین داسمو نمیخوره دیگه. خب برادر عزیز ما حسینی صادقی این رقم دوستا کس آقای محبی خیلی دوست داره میشه کس آقای محبی کسه سر مخش را مره دیگه این کس بسیار پیامش هم خوبه دیگه کمک ما را اذیت کنه ما کس چند تکه کلام دارم اینیر مگیم دیگه خلاصه به اصطلاح دوستای عزیز اینی 3 کلمه ما در ویدیوهای خیلی میگیم. باز برادر عزیز از ما گفته قوما بر عاقبت‌های منفی تان آخر عاقبت آنجا هم مثل افغانستان جای برایتان نخواهد ماند به همه جا گند زدید و گو کردید دیگه یا ما مجبوریم بگیم دیگه. متاسفانه قوما مردانش در استرالیا رقابت‌های منفی و کاری دارد در کار میگه مردکو رقابت و زنانشان در مراسمات مثل محرم مسابقه و نمایش طلا دارد که این کارها آخرش نابود کننده است. این میره از دل آقای محبی گفته همی که آقای محبی را ریشخرم کده میره خوب گفتی به خاطر از اینکه میره خمونی دایی منکل که قربانی میشه اون نسلی که مثلا نسلی نو هستن نسلی که در استرالیا که سرمایه های از مو در استرالیا است اونا قربانی میشه که متاسفانه کسی اونا کسی دیگه که تو فکر تو خاطرنا در طلا بود در نقرا بود دیگه تو یه دوشید نه که اوسو گیم بازی نه مور یک تربیه میدی مرد کوم تانیس بشاو در کار دیگه تو چی از او بچه از او دختر خلاصه توقع داره که خلاصه در آینده کسی بخشه تو بر شمشیر ده نوبه دروغ دیگه. خب آقای احمدی گفته که آفلک 50,000 آقای احمدی بسیار رنگمال خوبه بسیار آدم شریف هسته گفته
آفلگ 50,000 این میر که کد میداد سه بود. شاید منظورشی باز ما کامنت دادم گفتم شاید جواب بده، هنوز جواب ندیده دیگه کسته. شاید منظورش هم 75,000 بوده. 75,000. باز یک برادر از اون در جواب از او گفته که یکن دهن صدن هزاران 10,000 یکن دهن صدن هزاران 10,000. یک برادر عزیز ما در نام وحید بهرام گفته آقای احمدی 75,000 هم کمه، 90,000 خد انکلود جی اس تی هم دبلش باشد، پینت تو کد فقط 2 کد 3 کد هم نه، 2 کد رنگ یه خلاصه سه مای ماتس ورک میگه ما همی به اصلاح همی که ما که نظر سنجی کدوم به اصلاح این میرخم است. خب دوستای عزیز دیگه این فیکس 30 دقیقه شد. دوستای عزیز اینالی ما میخواییم که خلاصه داستانای حقیقی رو بگیم بخششون و این اتفاقایی که مثلا متاسفانه در کارهای ساختمانی که بخش استرالیا که ما خلاصه قد ما کار کردم متاسفانه کسا خیلی باش. دوستای عزیز 4 قد بشیم قدرم راست کنم دیگه. خیلی همین نرخ که کم گرفته میشه متاسفانه کسا فشار روحی حتی سر کارگر میه. چی رقم سر کارگر میه؟ مثلا کارگر را قچی بیج نه ولی نمی صرفه نرخ کمه فلانه چطور چیکاره اینی رقمه و اونو رقمه خلاصه کسته باز مجبوره دیگه. کارگرم به اصلاح بود و دیگه خود صاحب کارم بود و کتاب به اصلاح یک چیزی ناچیزی خلاصه به اصلاح بومنه. یه بازم دوستای عزیز من عزیز زیاد پیش نمورم دیگه چون دوستا بسیار یک نظرهای خیلی مثبت دیده، نظرات های خیلی خوب گفته دیگه. من میخواستم که خود من گوار بگیم که یک برادر عزیز ما بسیار یک پیام خیلی خوب گفت و من در اخیر فقط از دوستایی که در استرالیا هسته بازم این سوشل میدیا دیگه ما این برنامه که هست به خواست یک برادر عزیز ما که متاسفانه قربانی همزی مسئله از چی شده بود. همین یک نفر که کارش زیر نرخ زده بود خودش کارگرایش مثلا کسا بیکار شده بودن. اینی کسا خیلی خلاصه ناانصافی است و همیشه کسا دوستا که هر جایی که چی رنگ مال هستین چی مثلا کسا ترایلر و رندر کار خلاصه کوشش کن که مثلا یک کم با درک باشین، یک کم با احساس باشین و دویم دیگه حداقل در دیگه کس رحم نگدین در آل اولاد از خود رحم کن. چرا این طور رو ما میگیم در آل اولاد خود رحم کن؟ به خاطر از اینکه تو یک کار را بلای جان تو دورش نکسته در 15,000 بگیری کاری که مثلا یک برادر عزیز از ما در کامنت گفته که 90,000 2 کد 3 کدم نه دیگه کس همراه جی اس تی و یک برادر عزیز ما 75,000 و همین نفرم کس 35,000 به خاطر از اینکه مثلا دیگه کار نداشته بوده یا مثلا رقم بوده بازم مثلا بنابر هر دلایلی بوده یا مثلا خود بیلدر دایم کار کرده مالاش کرده هم 25,000 گفته. یعنی نفر خلاصه کس دن کرده و کیک ده خلاصه ده 15,000. تو نفری که ده 15,000 کارمونی دیگه مجبوری بودوی او شاید هم همزو رنگ مالایی کس ترت و پرت باشی که مثلا کس 1 سال 2 سال همش در رنگ مالی بوده چون مورو کار کرده شی دیگه او شاید دیست در کارم ندوه. آقای محبی که باشد مثلا کس در یک روز شاید دودنش خلاص کنه تو مثلا کس در اونجا که بوری بلای جان تو دورش روای حکوم کنی ما چی رقم اسپری کنیم مثلا کس بلای جان تو دورش مثلا کس از به اصلاح از بغل کو دیگه از روی دور گرد برده سر کو مگه میتون مستقیم نمیتونی سر کار بری. ایت نیه که هر کس بینی خو سفید کرد خلاصه یا مثلا بینی خو سیاه کرد و این گرم میشه. دوستای عزیز من میالی بالای 10 سال کارمونم هنوز باز اکسپریانس ها را از خود یاد میگیرم، باز تجربه ها را مثلا از صاحب کار یاد میگیرم، باز این چیزا را مثلا از دیگه
چیزایت میکنه. تو در 2 سال رفته کار که شاید کس باز مواتار که تو اصلا مثلا از کوچهش تیر نشده، تو مثلا سیاه سفیده. این من خدمزی نفرم یال کارمونم یک سقف بود، یک سقف بود مثلا وسط از او که بود اگه تو چهارخانه فیکس این ناخون که چند جای نمیشه، چلکک جای میشد، بازو داخل از او تقریبا قوت روی حساب کتابش این میخدر بود، یک 3-4 سانتی که در قسمت بال از این مثلا یک تیکه سیاه بود و باید نه سفید رنگ میشد نه رنگ قهوه‌ای، باز داخل از این باید سفید رنگ میشد که طبیعتاً کس امو پلستر بود، امو سفید پلستر بود، موقع بود باید رنگ قهوه‌ای نمارفت. چون مو در این زمان ها صاحب کار نیه دیگه، به اصلاح بوس یک نفر گفته یک موضوع پاک حساب کتاب او خود تجربه کاری نداره دیگه، ما خود مسئولیت نمیگیرم. امو به اصلاح دیگه امو قماندانی دیست اولی صاحب کار دیگه، این زمان ها صاحب کار تعطیل و این در 19 مه امیر اول سفید رنگ کرد، از او پاس کرد امیر رنگ قهوه‌ای را که رنگ کرد. یه قانون امو بود که مثلا امو سولاخ که چارخانه‌ای نیه باید در داخل از او کسی رنگ براون زا نکنه، که زا کرد دیگه کار بیروه دیگه، او قانون از او میرخم بود. این کس اول که رنگ داده که رنگ قهوه‌ای در داخل از او سولاخ ها زا کرد، سپروایزر ما ده گفته که چگری قبول نی، باز او 2 زمیر گرفته که رول از ما کس مویش درازه از او خاطر که رنگ زیاد که بال کردی کم ملیدی در این کس به اصلاح رنگ در داخل از این ماره رفت مثلا از رول که موی اوردگه متاسفانه کس بیلچ خاک بال نکد، از او یک رقم رول هسته که او موی نداره، مثلا از چیه بخششم چی رقم بگیم، البته موی داره، باز در فارسی ما گفتن همتون شارت نپ، یعنی مثلا کس مویش کوتاه از او خد از اون زد هم نشد. باز نمی از آقای محبین پرسان نه که امیر ما نتونستم صاحب کار نیه بیا ما کار استورمونم امیر تو کن. باز ما گفته گله ایر ما زد می نمیشه دیگه، این مشکل داره می رقم در حالی که ما اون کار را اگر ما رو گفت امز اول ما مور چیز نکن 3-4 روز ما رفت خط براش میزد تق 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 براون از رو گل میکرد، پس کرول مدوید مدواندک پس در چون گیز ما رفتک دیگه. دوستای عزیز دیگه ایره نمگیم که ما چیز کار کنیم که مثلا کسته بود همین وقتایی که می سخت رو رنگ منی دیگه او باید در سلاخای از او کسته رنگ رول تو نره دیگه. این رقم خیلی از اتفاقا رو ما مثلا کس در سر کار سر خورده، مثلا کس خانه رو اشتباه رنگ کرده یا مثلا خراب رنگ کرده، دوباره حتی ما باز خانه رو مثلا کس نفر رو رنگ کرده خلاص کردیم، او در اون روز او خیلی روی آبروی داشته، خیلی روی آبروی استاد فلانی آقای محبی کس نامش بلای جان تو دورش مثلا کس نمیتونه آقای محبی کس یک دفعه دم پسی که گو کس کامنت دیدد که کار نه یال یعنی رقم یوتیوبرش ده فلان است اونو تشته فلان چطور چیکار امو نفرایی که دای خدای دک داد نه دای دک داد که بیزن که برو یک این دویم دیگه 15000 والا 15000 والا اون که تو 15000 گرفته او که تو که دای دمونی پاس تو چوبجی نه از پاس چوبجی سپروایزر تق 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 پلاستیک میزنه 2 ماه دیگه تو برو پاک از اونجا می به اسلامی ضرب درب کو امورم مخره اگه 2-3 بنده خدا اگه قط کار نه چرا مردم پیسه مردم رو مخره، چون اونمو یک دفعه که تور شیلک زیر کرد پیسه خو اینج کس بیزنس نداره دیگه، اون پیسه که بلدر نداره دیگه که تو پیسه رنگ رو خواستو کلگک کرد میگه و دیگه بیچاره چون رنگ مالا و مثلا رنگ فروشی و به اصلاح وکیل داره دیگه و ما کمه دیگه خلاصه کس رقم باشد مثلا کس هست میگه اون کارگر بیچاره کس دید رقم دیگه، اون دیگه که زورت نرسیدم خیلی مثلا لبدا خوش خلاصه تنخواهش نمیدیده. اینی که من چند روز پیش دمی مثلا کس ویدیو جور کرده بودم از او پاس دیگه بده دیگه 15000 والا 15000 والا بده که از این رقم کارا دوستای خیلی شده خیلی کسم و شده و یگانه دلیلش اینمیه که ما
وارد کار بیزنس نموشم دیگه این همه سالا نشدم از این بادم نموشم. خیلی دوستا شاید که نفهمه دوستای عزیز، ما همی ویدیو رو به خاص همی برادر عزیز خوب که کار میگره به خواست از او جور کردم، چون من همیشه کس ویدیوها جور میکردم صاحب کارا رو انتقاد میکردم. یک زمان نگه که ولی این آقای محبی کسه ویدیو جور نه، کسایی که به اسلام میز خود چوری روزنه کار نه امیار از کار برنه این او صاحب کار عزیز. این بازم نگی مثلا کس آقای محبی کسه حقیقت رو میگه. آقای محبی مثلا یک کار میگه امیالی تو 15000 والا کسه خود این میکسه خود خرم مثلا بلا دیده میکنه یک چاردویی که مثلا خدستون کار منه خونو بردی مثلا تا شاو قش کار که حساب کتاب او روزا سر از اون تیر میشه. مثلا شاید اون کس تازه کار شروع کرده، شاید دمی فکر که تو باش که خیلی ما خدازی کار نمیدمی ساعتی دیر کار نم تنهای کار نم. اون کس منظور داره من نوکیا که من اون یک چند ماه کس خلاصه کس تا پاس هم کار کنه، اما از موزه پاکیش اون یک دفعه کار یاد گرفت از اونج دبانی اپاینمنت حساب کتاب مورد دیگه جای خلاصه کس اونج دک پیسه خوب. ما به خدا شدیم در خارجی ها کار نم نفر 3 سال کار نه اپرنتشیپ میگه او هست دیگه، او تنخواه مثلا تنخواه شاگردی میده، یعنی کسب خوره یا ارزان نمیفروشه، کسب ارزان نمیفروشن. ممکن خلاصه یک نفر که ما 2-3 ماه کارش تمام کار حساب کتاب رو در اختیارش میدیم که دیده که من خیلی جایا مثلا خبر دارم مثلا کس نفرایی که نه ما دیدن انرژی میدره دیگه خلاصه کس موزه پاگم است دیگه موزه پاگ دیگه زو پاسو دیگه از خاطر که ما کار یاد بیدیه دیگه کس خرج مصارف هم بالا است موضوع خاطر کس او که دیده کرد دیگه اون خود زور زد خود کار پیش موره دیگه. آقای محبی کس پروفشنال کار نه اسکیل خو به اسلام تجربه از او کار داده دیده کار هیچ وقت نمیشه کار نه که کار از ما دوستان عزیز که وقت کار که ممنونم همیشه کار از ما بست بوده و رنگمالی یگانه چیزی کار در وقت فهمیده میشه که در تچپ همین نفرایی که بوزن برون دیگه در بیگام در صاحب کار زنگ بزنم ما خلاص کردم آقای محبی خلاص نکرد صبحش آقای محبی رو در کار کنی بعدش نه 200 روپیه میدیم کسی 2 برابر آقای محبی کار یلک کل نق آقای محبی مثلا 350 60 70 میگیره ورش که کوی میکن در روز تچپ همون پس او استا صدقیتشون پس آقای محبی زنگ میزنه که ما کم میگره صاحب کار که علمی نفر که می خانه رنگ ده بلیاز خدا نیلو دست دمی داخل هم سایت نیلو آبروی تا موره یا اوتمونه تو یک روی آبروی داره یا مثلا خد یک بلدر نو شروع داشته که رافت اونمو تسایل کرد اونمو کار آخیر اول تو میشه یعنی کارگر 200 روپیه والا بخد کارگر 200 روپیه والا این ایتمونه یکتا یه دیگه درست یک روز خوردی مثلا آقای محبی را مثلا کس دیگه سر کارش دیگه این بخشه تو خوب نیه ضرر ده خود خوزیده اونمو باعث ازی میشه که ریفرنس هم بد میشه ریکورد هم بد میشه. متاسفانه کسی این نفر 200 روپیه والا تق ماره اون جوانه اون ماره اون کار ده 15000 روپیه گیر میگره میلکو خلاصه کس کار یاد میگرم یعنی رقم اون رقم خلاصه کس این نفرها را چیز که خیلی نفرها مثلا کس کار رنگ مالی رو کده مثلا رفته کار گرفته در دیگه نفر زنگ زده که استا همین ازی چی رقم میشه چرا مثلا کسی در استرالیا تور کار میده پابلیک لیبلیتی انشورنس اون مور که تو که ساین کنی دیگه وار پرس در گردان از خود که کار خراب شنه به اصلاح گوی در گوش نه خلاصه کسته اونم انشورنس کسته تو ماهانه پیسه میدی اور مشکلات حساب کتاب باید کار شرم از او در گوی چیز کده شو اون در سر انشورنس در سر از خود تو کلای مونه مثلا کس امو چی بلا میگه که وقتایی که تو کلای مونی باید مبلغی 500 600 یا 2000 کارخدار است اون رو تو کلگه کدم زو پیسه کارت چیز مونه یک رنگ مال دیگه یک مثلا یک کارگر دیگه میره اون خلاصه فیت مونه بود بخش کمپانی چی اگه تو شوک امیر د 15000 والا 15000 والا باید 2000 خیلی واریال شد 15000 که تو 15000 والا از دیگه این خلاصه کسی یک 5-6 هزار شده موالا میده که دلت خوش نه دیگه 2000 روپیه زیر خلاصه کسی
یک 2-3,000 اینشورنس میده، یک دیگه از میده. اگه تو از این پجم هم خلاصه کس همین 15,000 والا 15,000 والا همین 15,000 والا که تو همین پجم هم که بورس می کارم خلاص کردینه با خدا شاید انجق است. با خدا شاید شب روز کار کرده، یک شنبه نگفته، روز 17 ساعت کار کرده، تایم بخش فامیل نیشته. 35,000 تو ده 15,000 کار میکنی که خود بیخ کنده، کمر رو خراب کرده، زانو رو خراب کرده. او 15,000 والا اینی تو چیزا داره دیگه. خیلی چیزا رو خلاصه کسته تو شاید زندگی خو خلاصه در امورات اجتماعی حساب کتاب خو خلاصه در فامیلی خو حساب کتاب خو خیلی ضررهای دیگر. خب دوستای عزیزی در اخیر ما شما معذرت خواهیم. این سوشال میدیا که تا که باز می رقم اکتها و حساب کتاب نکنه، ما یک آدم عادی خلاصه کسی این سوشال میدیا رقم شه میگه که خلاصه یک میتر چیزا کنیم دیگه، خلاصه کسی نه در حقیقت واقعا خیلی تلخه، واقعا کاری خوب نیه. واقعا کسی دوستا عزیزایی که مثلا چی صاحب کارین، مثلا چی کارگرین، واقعا کسی امزور روی یک کسی که به همراهشون کار نه، مثلا یک تجربه داره، یک کار بلده، خلاصه کسی مد نظر بگیرین، یک تنخواه مناسب و دیگه عزیزایی که نو یک کار شروع نه، مرحله به مرحله تنخواهش رو بال ببرین، خلاصه مرحله به مرحله کار یاد بدین. و کسایی که مثلا کار میگیرین کوشش کن، خلاصه کسی همین که تو که موری صاحب کاری که تو کد میدی بیش خلاصه اول در آل از خود خو، در آل فامیل خو، زن و بچه خو خلاصه کار کن. و خدا شاید دوستای عزیز به خصوص در استرالیا من همیشه ایمیل بازم این ویدیو که چل چند دقیقه شده، از این خاطر من انتقاد مونم که این کارا باعث از این میشه که ما نمیتونیم که یک اولاد خوب تربیت کنیم، ما نمیتونیم مثلا یک نسل درس خوانده و تحصیل کرده در جامعه تقدیم کنیم. دوستای عزیز من خودم اگر کار میکردم 3-4 کارگر دست تای دیستم بود، 3-4 خانه پیاف بود، من نکدم. بعضی خاطر کسم من واقعا کسب میخواییم که خلاصه کسی یک دن خانه رو گرفتم در دون پایه است، یعنی مثلا کسی پیس خوب بیز اومدم دادنی است میده، خدا را شکر مثلا دمو کم کلون گذاره منم. یک دو روز میخواییم خلاصه کسب به اصلاح در کنار فامیل و دویم دیگه بچه ها از گیم حساب کتاب دوش نده ورزش ببرم. حتی دوستای عزیز من خیلی نیتم خیر است، همیشه کسی من خودم نسل نو را در استرالیا حمایت کردم، حمایت کدوم من مونم که امیال اینمی برنامه ای که خلاصه نمی به مناسبتی که تیم دخترای ملبورن قهرمان شده بود، واقعا کلب از او مدیر مسئول از او بسیار آدم شریف است. خلاصه برنامه رو اونا تدارک دیده که من گفتم واقعا من اون رو میشناسم، چون من دختر اونجا ما رفت که متاسفانه کسی یک 2 سال مشک نرفته، با فوتبال و مثلا بوکسینگ تو چیزا ما رفته دیگه. بازم دومش نیه که همیشه کسی کار آدم در یک جای بند باشد با این کار کنه. باز خبر بودم واقعا اونام کسی همی قهرمانی کسی، واقعا این مسئولیت تک تک از میده ملبورن که ما باید از اونا قدردانی کنیم، از او عزیزا مثلا تقدیر کنیم، تشکری کنیم، اونا را کسی مثلا جایزه بدیم که من رفتم خلاصه کسی در دندنانگ خیلی خوب شد بخشیم، خیلی دوستا و عزیزا را دیدم، خیلی بیزنس ماینا کمک کردن و من در ویدیوهای از اینا را از او عزیزا در صفحه همزی فیسبوک پست کردم. برین حتی ویدیوهای از ما که ما درباره کار و چیزا جرمونم از ما رو لایک نکن، سابسکرایب نکن، از اونا رو برین لایک و سابسکرایب کن که اونا تشویق شونه که دیگه دفعه آقای محبی باره حمایت شونه و ما که اونا که سپانسر کرده و ریزه ویدیو گرفتم که خلاصه ما بگیم که عزیزا بیزنس مینای عزیز که شما مثلا کمی بچه ها را که ورزش کرده بودن اینا رو تقدیر کردین، قدردانی کردین، دیگه این دوستا و همی وطندارا و قوما شما رو لایک کده، کامنت های مثبت دیده، شما تقدیر کده که بخشی از وای انرژی مثبت چونه که وا اونا بیتونه در آینده ها مثلا زیادتر کس بچه ها رو اسپانسر کنه، کمک کنه که ما هم که برم خلاصه بگیم یعنی دستاورد از ما که اونا بازم بیتونه که مثلا دلگرم شنه، همین مثلا نسل نو به اصلاح سپورت کنه، حمایت کنه که در بخش ورزش و تحصیلات عالی که ما در آینده بیتونیم خلاصه یک نسلی
با افتخار داشته باشیم. من زیادتر کس میم سر رقابت‌های منفی امی کار زیر نرخ دو یا مثلا تنخواه کارگر میدی یا سر کارگر ظلمونی یا تنخواهش نمیدی یا پیسش مخری دیگه متاسفانه کس اینمی نرخ که کم گرفتی اینمی مثلا خود قربانی میشه برادر عزیز صاحب کارگر قربانی میشه، خانواده قربانی میشه. متاسفانه نسل نو تو استرالیا رشد نه یعنی خیلی هزار یک بدبختی خلاصه به پیش میاد. وقتی کد میدی تو به اصلاح کسته ده او فکر کو که ده پیسه کسته دسترخوان آوانی ده دسترخوان تو مثلا کسته همی کسای کارگرای تو کارمونه دست کارگرای تو شریک از خانواده تو شریک یک رقم باشی که مثلا دو میشینی یک تانا پیسه باشه دو مزی ده مسئلهش هم فکر کو که ما این میر مثلا ده یک نرخ بگیرم که داخل ما مثلا این منجی همو 8 ساعت کار کنم بعد از 8 ساعت کار نکنم داخل بصرفه که همی تایم قیمتی که مربوط فامیل میشه اولاد مشخص از اون ما بگذرانم دیگه اونو کس خیلی مهم است. اینا هم دوستای عزیز دیگه من برم مثلا کس واقعا این خودش که من این فعالیت منم این یک ساعت این خلاصه چون بیرون از ساعت کاریه من تایم فامیل است. حالا ما مثلا یک دخترک دارم خیلی شوخ جنجال بدون از ما دم نداره. هر آن و دقیقه و لحظه رو ما میخوایم همراه از سپری کنیم. او قدر مثلا او مهر دوست داره که من حتی اینا دوستای عزیز در پیش خانه هم در داخل موتر بخشش میدیو ساعت منم که او نمیله دیگه. خلاصه که از اخلالگری نه از دست ما رو دوست داره و خلاصه که از آدمی نگلزه توب بازی نگلزه باز کارام نی دیگه. من برم همراه مثلا دختره خود بسیار تایم خوش داشته باشم که صبح بخیره دوستای عزیز. بعد از خیلی مشکلاتی طرف و طرف زنگده که خلاصه این دمی هفته او گفته که جمعه و شنبه طور کار میدیم روز دوشنبه پس سر کار مورد دیگه این میتونه مشکلات ها هست دیگه باید آدم کوتاه نبوره دیگه. بازم عزیزایی که ویدیوهای از ما همی برنامه از ما اگر برخورده خدای نخسته کدام برنامه وقت کشایی و یا مثلا این چیزا نیه یک ویدیو نیست که من میخوایم که یک تغییرات مثبت در جامعه با یک تغییرات مثلا خوب باید و واقعا کسی این گبایی که من میزنم این واقعا لازم است. و باز دویی دیگه کسی برادر عزیز ما بسیار کامل خوب دیده بود امو چیزای نقطه های منفی که به اصطلاح که مدرم که از جمله گفتد که فشار از طرف فامیله که ما نرخ تا میزنیم خدا کنه که فامیلای عزیز به خصوص خواهرای عزیز دیگه خانمای عزیز دیگه کم دیگه انصاف داشته باشن و دیگه فامیلای عزیزی که خلاصه عزیزایش که در استرالیا هست دیگه اونا هم انصاف داشته باشه کوشش کنه مثلا کسی زیاد اینا را زیر فشار ندیه خلاصه در مکم و کلون خو که خلاصه اینا از این جرایی مونه یا مثلا درخواست کمک مونه بسیار ضرور شد دیگه. دوستای عزیز وقتتان خوش تا ویدیو بعد